استاد جان، میشه قسمت کوتاهی از اولین قطعه‌ای که ساختین رو برامون اجرا کنین و اینکه بگین چی شد و چه جوری ساز ویولون انتخاب کردین؟ چشم اطاعت میکنم. من 10 سالم بود که این قطعه رو ساختم به نام آبیدر. آبیدر یک کوه خیلی سرسبز و زیبایی بود. اتفاقاً درست مقابل منزل ما بود که هر صبح که پا می‌شدم این کوه رو می‌دیدم. البته اون زمان به نظر می‌آمد یک کوه خیلی بزرگیه. بعداً فهمیدم که یه تپه‌ای بیشتر نبود وقتی که اومدم تهران و کوه‌های بزرگ مثل دماوند و این چیزا رو دیدم. بعد تحت تاثیر اون من این قطعه رو ساختم به نام آبیدر که حالا یک قطعه خیلی کوتاه ازش رو اجرا میکنم. ممنون استاد. خب میشه خواهش کنم که حالا توضیح بدیم برامون که چی شد و چه جوری ساز ویولون رو انتخاب کردین؟ بله. این داستانش خیلی واقعا برای ما خاطر انگیزه، چون اول من ستار میزدم، چون مادرم شاگرد درویش خان بود. یه ستار بزرگم دست من میداد، خودشون با تار میزد، نوت و اینا که بلد نبودن. بعد این آهنگ مرغ سحر رو به خصوص هی میزد و هی میگفت که منم باید بزنم. منم میذاشت خود تو سرمایه زمستان روی کرسی ها تو سنندج که خیلی اون زمان سرد بود. بعد هی میزد مرغ سحر که منم با اون دستای کوچیک اصلا نمیدونستم ستار رو چجوری بزنم. خلاصه چند سالی 2-3 سال اینطوری گذشت تا اینکه من پشت یه مغازه‌ای ویولون رو دیدم. از این ویولونی که اسباب بازی بود در واقع. عاشق شکل شدم، اصلا صداش هم نشنیده بودم، چون اون زمان حتی برق تو سنندج نیامده بود. این صحبتی که میکنم مال 70 سال، شاید 74-5 سال گذشته هستش. خلاصه مادرم هم چجوری شد که اون دقیقه اون سازو برای من، یعنی اون اسباب بازی رو نگرفت و من رفتم خونه گریه تا اینکه بالاخره نصف شب مجبور شدن نوکر منزل رو فرستادن سراغ اون صاحب مغازه که آقای براتیان هم اسمش بود. خلاص کنم بیچاره آشنا بود، رفت و در رو باز کرد و این ساز آورد. ما هم هرچی حالا با این ساز میزنیم میبینیم که صداش در نمیاد. به اسباب بازی بود دیگه. تا صبح باز دوباره گریه کردم، تا اینکه یه نفری بود که راننده از این کامیونایی بود که میرفت شهرستان‌های اطراف. اون به اصطلاح دوست خیلی با ما دوست بود اینا. گفت قصه نخور، من یه دونه ویولون برات میسازم. استاد اینجا چند سالتون بود شما؟ این صحبت که من میکنم حدود 8 سال و نیم بود. درست. بله. 2-3 سالم ستار زده بودم دیگه. از صدای ستارم در اون زمان از بس که چون زورکی بود و بزرگ بود از خوشم نمیومد. این دیگه خاطر بدی از ساز ستار دارم از دوران کودکی. خلاصه دیگه رفت با چوب و سیم و اینا یه دونه ویولون ساختن و رفتن با دنب اسب گرفتن از یه سورچی میگفتن اون زمان که درشک که اجاره میداده اینا، از اسبش دنبشو بریدن و آرشه درست کردن. حالا با اون آرشه هرچی میکشم روی این ویولونه صداش در نمیاد. حالا چرا؟ چون باید کلوفون میداشت. ما که نمیدونستیم اون زمان چجوری. خلاصه باز گریه تا این بیچاره بعد از یه ما رفت همدان یه ویولون خرید و برداشت آورد. بعد دیگه من با اون ویولون بزرگم بود، ولی با همون بزرگ شروع کردم به تمرین کردن
تا یه استادی به اسم مراد بروخیم پیدا شد که یه 2-3 سالی با من کار کرد. دیگه من 10 سالم شده بود، دیگه خیلی خوب ویولون میزدم که رفتم تو رادیو سنندجم چند دفعه ویولون زدم که تو سنندجم معروف شدم به عنوان نوازنده کودک مثلا. دیگه مثلا 10 سالم بود که همون زمانم شروع کردم به ساختن آهنگ که یکیش همون آبیدر بود، ولی آهنگ دیگه هم به اسم فریب ساختم. بعداً با صدای سیما مافیا از رادیو تلویزیون وقتی که اومدم تهران اجرا شد، یعنی اجراش کردیم از رادیو از تلویزیون پخش شد. پس استاد یعنی شما اصلا صدای ویولون رو نشینده بودید؟ نه اصلا عاشق ظاهرش شده؟ عاشق ظاهرش شده بودم، چون اصلا تو سنندج میگم من از برق نیومده بود، ولی بعداً بعد از 1 سال اینا که برق اومد یه قهوه خونه بود که دیگه خونه ما برق نداشت. تو اون قهوه خونه از رادیو صدای نوازنده به ویولون مثلا مهدی خالدی یا صبا اینا پخش میشد. من میرفتم دم قهوه خونه، چون جرئت نداشتم برم تو، چون اون تو یه مشت آدمای بزرگ بودن و آدمای یه حالتهای خاصی داشتن، تو قهوه خونه بودی. و از اون زمان که ویولون مهدی خالدی رو شنیدم عاشق صدای ویولون شدم. یعنی واقعا دیگه تحت تاثیر مهدی خالدی و صبا بالاخره بعد از چند سال که 14-15 سالم شد اومدم تهران، رفتم آموزشگاهی که صبا درس میداد تو خیابون ظهیرالاسلام، سال 36 بود. بعد رفتم اون بعد از اینکه خیلی انتظار نشستم اونجا مثلا که شاگرد درس بده، مثلا 3 رفته بودم تا ساعت 7-7:30 تا نوبت ما شد. بعد منو امتحان کرد، گفت به 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 چقدر خوب ویولون میزنی، ولی دستت غلطه، مثلا اشتباهات داری که باید اینا برطرف بشه، ولی حیف که من بیماری قلبی دارم و بهتر اینه که شما رو به بهترین شاگردم استاد تجویدی علی تجویدی معرفی بکنم که یک نامه نوشت و گفت تا منم زنده هستم بیا من کمکت میکنم، باید کار میکنم. بالاخره استاد صبا بسیار مرد شریفی بود، حتی از من پولی هم نگرفت. برای 6 ماه فوت کردن در همون سال 36 چون بیماری قلبی داشتن، ولی من دیگه پیش استاد تجویدی ادامه دادم. اون وقتی که شب شده بود ساعت 8:30 شب که من بدو این نامه رو برداشتم بردم دم خونه تجویدی تو سرای ژاله، اون اداره رسومات. رفتم دیدم که خب در خونش بسته بود، زنگ زدم دیدم خانمش از اون بالا اومد، گفت کلاس 1 ساعت تعطیل شده، اومدی چیکار کنی؟ دیگه تاریک هم شده بود. گفتم والا اومدم استاد صبا یه نامه نوشتن برای آقای تجویدی. تا اینو که گفتم آقای تجویدی از بالای چیز اومد اسم صبا رو شنید، گفت به زنش گفت در باز کن بیاد بالا. خلاص ما رفتیم و بالاخره از همون زمان نامه رو که دید و اینا منو امتحان کردی که شاگرد شدم. 8 سال شاگرد استاد تجویدی بودم که بعد دیگه بعد از اون دیگه به مراحل بعدی بود که انشاءالله در مراحل بعدی به شما بیان میکنم.